سه‌شنبه خطرناک برای آمریکا، شمار کشته‌های آتش‌سوزی‌های لس آنجلس به 24 نفر افزایش یافت. شبکه‌های خبری آمریکا اواخر یکشنبه به وقت محلی گزارش دادند شمار تلفات آتش‌سوزی‌های جنگلی اطراف لس آنجلس به 24 نفر افزایش یافته است. گاوین نیوسام، فرماندار ایالت کالیفرنیا، گفته است که امکان دارد این آتش‌سوزی‌ها به ویران کننده ترین بلای طبیعی در تاریخ ایالات متحده تبدیل شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دست کم 16 نفر نیز در جریان این آتش‌سوزی‌ها مفقود شدند و مقام‌ها اعلام کردند که احتمال افزایش این تعداد وجود دارد. این هشدارها شامل بادهای پایدار با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت و وزش بادهای شدید در مناطق کوهستانی با سرعت 113 کیلومتر بر ساعت است. به گفته ریک تامسون، کارشناس هواشناسی، خطرناکترین روز سه‌شنبه خواهد بود. مقامات شهر لس آنجلس شنبه شب گفتند که 5 نفر از جانباختگان مربوط به آتش‌سوزی موسوم به پالیسادز و 11 نفر مربوط به آتش‌سوزی موسوم به اتون بودند. حدود 150,000 نفر در لس آنجلس همچنان تحت دستورات تخلیه اجباری قرار دارند و بیش از 700 نفر در 9 پناهگاه اسکان داده شدند.